از بین همه قدر فرشته ها الله تعالی جبریل را سیدی فرشته ها گردانید. برای چی؟ ذی قوه، برای اون که در کارهای خودش متخصصی درجه بلند. از جبریل دیده دیگه فرشتی با قوت نیست. ذی قوت، نیرومند، عند ذی العرش مکین، در نزد الله تعالی مکانت دارد، آبرو دارد. برای چی؟ برای اون که متخصصی درجه عالی است. یک طبیب حالا از دنیا گذشته است، در جراحت نهایت متمکن و متخصص، حتی وقتی که یکی از شاههای دنیا را جراحت میکند، در حال بعد اینکه از جراحت صحت سلامت میبراید، برایش جنسیه میدهد، یعنی شهروندی کشورش میدهد تا حاضر فرزنداش، یعنی در زندگی عالی زیست و زندگانی دارند. یکی از فرزنداش حاضر کلینیک های مخصوصی خودش دارد. یعنی وقتی که در یک ساحه به درجه بلند میرسد، البته این ضایع نمیشد انشاءالله. ببینید جبریل را الله تعالی که ذی قوت عند ذی العرش مکین، در نزد الله تعالی آبرو دارد جبریل، برای اون که قوت دارد. در دوامش فقط قوت نیست، ببینید ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، در آسمان ها مطاع هست، همه فرشته ها اطاعت میکنن. مطاع ثم، در آسمان ها یعنی اون شخصی مطاع هست، همه او را اطاعت میکنن دیگر فرشته ها. ثم امینون، جبریل امانت نگهدار است، یعنی هم متخصص است و هم امانت هم نگهدار است. نیرومند، در ساحه خودش متخصص، با قوت و امانت نگهدار است. این رد به آن فرقه های گمراه که میگن که جبریل خیانتکار است، میگن نعوذ بالله، میگن که جبریل وحی آورد و به علی نداده به محمد داد، میگن جبریل را خیانتکار میگن. الله تعالی در قرآن کریم جبریل را امین گفته است، امانت نگهدار است. امانت نگهدار است. آخر اگر جبریل خیانت کند مگر الله تعالی بی خبر میموند از این رفتار جبریل؟